بسم الله الرحمن الرحیم. به اینوویتیو لرنینگ اکادمی خوش آمدید. موضوعی که امروز ما در موردش بحث میکنیم ویدیویی که بود در مورد با فالوور کمتر درآمد بیشتر، چگونه ما میتونیم با فالوور کمتر درآمد بیشتر داشته باشیم. ویدیوی در مورد بازاریابی دیجیتال هست. اول ایره ببینید، بعد میریم به طرف تشریح مبحث ما. معلومات در مورد بازاریابی دیجیتال و تکنیک های رسانه‌ای گرفتین و پس ما در مورد تکنیک های رسانه‌ای هست، یعنی چطور ما میتونیم توسط که در رسانه با فالوور کمتر یا دنبال کننده کمتر ما میتونیم بیشترین فالوور را داشته باشیم، بیشترین سود یا بیشترین فایده را داشته باشیم. چطور میشه؟ ما زمانی که طبق ویدیو اگر ما ببینیم، ویدیویی که برای ما ارسال کردن استاد، برای داشتن درآمد بیشتر با فالوور کمتر ما سری 5 چیز اول که تمرکز داریم که هدفمندسازی مخاطب هست، ایجاد محتوای ارزشمند هست، ارتباط فعال هست، استفاده از تبلیغات هدفمند و یا تحلیل بهینه‌سازی هست. ما چیزی که بسیار مهم هست محتوای ارزشمند هست، یعنی باید یک محصول بسیار خوب داشته باشیم در قدم اول. و بعدش هست که استفاده تبلیغات هدفمند هست، یعنی ما توسط تبلیغات ما چگونه انجام میدیم، توسط رسانه ها هست، توسط یا کدام چیز دیگری هست. اگر ما توسط تکنیک های رسانه استفاده کنیم، مثلا در اینستاگرام و تیک تاک، مثلا ما در اوج باید فالوور بسیار بیشتر داشته باشیم، تا بتونیم درآمدی داشته باشیم. یا که مثلا اگر ما مسئولی را فروش کنیم، باید در اوج تبلیغ بکنیم تا مثلا این مسئول ما فروخته شه. ولی سرمایه اینا سرمایه‌گذاری روی تبلیغاتشان کردن و بعد از 30,000 دلار دیگه اینا سلس یا فروش داشتن و 30% اینا سود داشتن. پس اینا توسط مثلا با 10,000 دلار، یعنی اینا تبلیغاتی که انجام دادن، مثلا در سایتشان که گفتن ما سایت ناسومیت ساختیم که خود ناسومیت هم جمله سایت nas.io میشه، که اینا یعنی تبلیغات با شرکت ها انجام دادن که اینا در 7 کشور جهان اینا یعنی همه برنامه خود انجام میدن. اینا چطور از سر مثلا از 7 کشور یا سر جهان در برنامه های اینا شرکت میکنن؟ توسط تبلیغاتی که انجام داده تانستن. اینا مثلا در اینستاگرام گاهی ما مثلا تبلیغات داشتیم، نه اونقدر زیاد. اینا با پول کمی در بازاریابی سرمایه گذاری کردن و تونستن این پیشرفت داشته باشن. پس با سرمایه گذاری روی بازاریابی ما میتونیم بهترین سود به دست بیاریم. تشکر از توجهتان و جهان سپاس از اکادمی ILA.